3 روزه دارم تو ذهنم باهاتون حرف میزنم چی بگم. من نمیتونم مثل این بزرگا خوب حرف بزنم. من خیلی دارم خودم کنترل میکنم که بتونم راحت حرف بزنم، آروم حرف بزنم باهاتون. من گوشیمو دزدکی آوردم تو جیبمه. میخوام بیارم براتون بهتون فیلم نشون بدم. حرف از بچه‌ای دارم باهاتون میزنم که 9 سالشه، داره زرورق و داره میره و میاد. آقای دکتر، دختر 9 ساله‌ای که داره تو میدون آزادی تهران تن فروشی میکنه. میخوام از یه دونه مادری بهتون بگم که یه شوهر معلولی داره و تن فروشی میکنه و بچه 16-17 سالش فهمیده مادرش چه نونی رو میاره و ساتور و غم دستش گرفته. این بچه رو کسی نمیتونه نگه دارتش. بهش میگم اما چرا کفتر بدت میاد؟ که یه روزی ما گرسنه بودیم، بابام برای کفتراش رفت دونه خرید، اما ما همه گرسنه بودیم. من از کفتر بدم میاد. آیش تو یه پیشنهاد براتون دارم، تا دیر نشده استدعا میکنم. خیلی زمان زود میگذره. ایران نیاز به یک سازمان آسیب‌های اجتماعی داره. اگه اینا دستاشون برسه به هم دیگه هممونو قیچی میکنن. نذارید قیچیمون کنن. دل پریشان است. بسم الله الرحمن الرحیم.